دختر میگه آقای عزیزی بابای من فقط 3 تا کلمه بلده. میگم سلام، میگم خوبی؟ نه. شام میخوری؟ باباست، دلش خوش باباست. بعضی از مامانا یادشون میره اخلاق کجاست؟ اخلاق در منزل. اخلاق بیرون ما میخوایم چیکار؟ نه اینکه نداشته باشیم، هممون داریم، چون در اجتماع مجبوریم اخلاق داشته باشیم. ولی بعضی از مادرها یادشون میره اول کجا اخلاق داشته باشیم؟ تو منزل. بعضی از این مامان یک کلاس میذارن بیرون، انقدر قشنگ صحبت میکنن شما کیف میکنی، میگی عجب با اخلاق. بهش میگن تناقض رفتاری. دیدی بیرون میاد دخترم پسرم مامان جان لطفا اینو بردار. خونه میاد و اژدها وارد میشه. بچه میگه خدایا اونو باور کنم اینو باور کنم. بیایم اول خودمون رو درست بکنیم. اینو برای متأهلا دارم میگم، خیلی حواسشون جمع باشه. اونم کجا درست بکنیم؟ در منزل. بیرون که هممون با کلاسیم. آقای عزیزی خود واقعیش کجا نشون میده؟ تو خونه. بیرون که شبحکم الله والعافیه بازم بگم نه کافیه. این شکلیم هممون.